به نام خدا، حکمت علی هستم. ای بار با یک جلسه آموزشی از دستورات Advanced Commands of Red Hat، دستورات پیشرفته Red Hat را یا دستورات کامند های Advanced را کار میکنیم. به ادامه درس های قبلی، جلسه های قبلی که داشتیم همه از بیسیک کامند ها بود که تا یک حدی را به اتمام رسید و حالا آغاز میکنیم به Advanced کامند. خب به خاطر کار کردن کامند ها موارد یک صفحه ترمینال باز میکنم. به خاطر کامند ها و شما بهتر نمایش داده شد من یک کم صفحه را زوم میکنم. فکر کنم همی مناسب باشه. خب ما کامند های قبلی را کار کردیم، حالا میریم به ادامه درس های گذشته ادوانس کامند ها را کار میکنیم. ادوانس کامند ها چون یک دید کلی بر آموزش از قبل داشته باشیم، ما یک بار یک تعداد از لیست کامند های ادوانس را در این پیج لیست میکنم تا که یک دید کامل به درس داشته باشیم. خب قرار زیل است دستور سیج مود است که چی کار میکنه. یکی از دستورات ادوانس ماسک است. ماسک است یکی از ادوانس کامندا. خب سیج آن است بعدا کار میکنیم و میگیم که اینا این کامند ها چی کار میکنه. chgrp یا ch گروپ است و بعدیشم ch گروپ است. ch گروپ کامند بعدیشم گروپس است. خود گروپس است. گروپس فکر کنم یک یومیه گروپس و دستور بعدیش input output redirection است. خب از روش میگذاریم از نوشترش دیگه. پیپ است کامند بعدی که کار میکنیم پیپ خواهد بود. اپراتورهای پیپ یا پیپ عملگرها کت است و همونطور چندا تای دیگه به ادامه ازی کامند است. میریم به خاطر که ویدیو زیاد طولانی نشوه میریم یک تعداد را کار میکنیم. خب ما پیج را انتر میکنیم، یک کلیر میکنیم صفحه را، میریم اولین دستور که کار میکنیم ch مود است. ch مود چی کار میکنه برای ما؟ این از جمله ادوانس کامند ها. خب قبل از اینکه من خود کامند را کار بکنم، کامند ch مود را یک شرح به فایل اکسس پرمیشن یا اجازه دسترسی به فایل را یک شرح هم میتونم. فایل ها به شکل پیشفرض دسترسی های دارن. خب مثل که ما در ویندوز یا اپریتینگ سیستم ویندوز یوزرها دسترسی های مختلف به سیستم عامل داره. مثلا در ویندوز ما یوزرها داریم و در کنار از او یک یوزر ادمنستریتور داریم که او یک صلاحیت کامل و تمام دیگه یوزرها می داشته باشه. خب قسم از او ما در یوزر در اپریتینگ سیستم اوبنتو یا رید هات 9 هم یوزرها داریم و گروپ هاست یوزر هاست و باید هر کدامش نظر به فایل ها صلاحیت داشته باشه که در این قسمت ما 3 تا صلاحیت را نام میبریم که رید است، رایت است و اکزیکیوت. یک فایل را وقتی ما ایجاد میکنیم کدام یوزرها رید کرده بتونن، کی رایت کرده بتونن او را ایدیت یا نوشته بتونن و کی ها اکزیکیوت کرده بتونن. اینا را ما محدود میکنیم نظر به نیازهای خود. خب ما یک ls میگیرم ببینم چی فایل های را در داخل ازی داریم. خب ls میبینیم یک از فایل ها یک فایل داریم با -l استفاده میکنم و نام از فایل bool.txt میبینم داخل از فایل -l برای ما از پرمیشن و از اونایش جزئیات میداد. خب در یوزر که هستیم این کرکتر نوعیت یا تایپ خود از فایل را بر ما نمایش میده و این قسمت که متوجه میشین R read W write X مخفف execute و R
و رید و رایت و میبینیم که دیگه چی پرمیژن ها داره. این پرمیژن های است اجازه دسترسی های دی. و در این قسمت که عدد یک را ما میبینیم اینا لینکس نمبر است. مثلا چند تا لینک با چند تا پیوند وجود داره. اونر مالک یا کسی که این فایل را کریت کرده یوزر اندیشمند است و گروپ شام فعلا که گروپ مشخص نکردیم گروپ اندیشمند است. سایز از این فایل 42 بایت است، بیت یا بایت. و این قسمت هم تاریخ مودیفای یا آخرین لاست مودیفای آخرین تاریخ اصلاحشان نشان میده و این قسمت هم خود نام فایل است. خب این بود از جزئیات این لاین و این دستور البته کمند که ما ls گرفتیم -al -al ای از بیسیک کمند ها بود. میریم ما حال دسترسی ها را این قسمت ها را مودیفای میکنیم. میخواهیم دسترسی ها را محدود بکنیم، تغییر بدیم و چیکارهایی که با ادوانس کمند ها کرده میتونیم انجام. خب قسمی که قبلا ما در اسکرین نوشته کرده بودم یکی از او دستورهای CH مود بود. CH مود را با آپشن های مختلف استفاده میکنه و دسترسی ها را بر ما نمایش میده. مثلا یکی از او دسترسی 751 فاصله نام فایل نیم bol.txt. خب این کامند اجرا شد. اینا چیکار کرد؟ حال ما یک ls میگیرم ls -al فکر کنم al با بعدش هم نام فایل bol.txt است. خب این جزئیات کامل بر ما راجع به پرمیژن های از فایل میده. خب ما چیکار کردیم؟ این قسمت ما 7 5 و 1 را استفاده کردیم. در قسمتی که ما استفاده کردیم 7 متشکل از چند کلمه است. خود 7 که 4 است و عدد 4 به معنای رید خواندن رید و 2 هم به علاوه از او که 2 مخفف راید است و 2 جمع 4 میشه 6. یک عدد دیگه که بالا از اون میشه 7 اکزیکیوت. این 3 تا پرمیژن بود که ما به چی دادیم؟ به یوزر و گروپ ها و دیگه پرمیژن ها دادیم که به شکل پیشفرزش کماند پرمیژن های خاص خود را داره. این را ما ادوانس پرمیژن دادیم با استفاده. خب در این قسمت ما بعضی سمبول های داریم که فقط نوشته میکنم یو بر ما چیکار میکنه؟ یو بر ما نشان میده یوزر را یا دیگه مالک های فایل را یا کسی که فایل را ایجاد کرده باشه. حرف دیگه سمبول که داریم جی است. جی نمایندگی از گروپ میکنه. گروپ که اینا را بعدا ما یه آپشن های است که بعدا همراه اینا کار میکنیم. و دیگه آپشن دیگه داریم حرف او است که این نشان میده اودر دیگه اعضای گروپ یا هر یوزر که باشه. و ای اینجا یک سمبول دیگه داریم آپشن ای را ما اگر استفاده کنیم آل میشه، تمام میشه، یعنی یوزر، گروپ، اندودر و هر چیزی. it is the default option. یک آپشن پیشفرض است. و دیگه عدد علامه پلاس داریم. پلاس چی میکنه؟ اد میکنه اکسس پرمیژن را. وقتی ما آپشن پلاس را اضافه میکنیم یک پرمیژن را اد میکنه به مو فایل که چی پرمیژن به او داده باشیم. و بعدش ماینس داریم. ماینس یا منفی چی میکنه؟ ریموو میکنه اکسس پرمیژن یا اونمو اجازه ای که در او فایل داده شده اگر ما منفی x کنیم یا منفی r کنیم اونمو پرمیژن را از او فایل میگیره یا محدودش میسازه. و دیگه داریم اساین علامه مساوی که اساین میکنه پرمیژن را به یوزر، گروپ یا اودر یا آر یا به همگیشون. به 3 تا حالت اساین میکنه پرمیژن ها را. خب من اینا را کلیر میکنم. میریم کماندا را کار میکنیم و اینا را عملا با آپشن های مختلف استفاده میکنیم. خب کماند که استفاده میکنیم ch مود ای فایل خود را من تغییر میتم. مثلا اودر مخفف اودر بود که مخففات را قبلا براتون چیکم پلاس میکنم به ای اد میکنم به ای ch مود اودر
و دیگران یک پرمیشن یا یک اجازه دسترسی را اد میکنم. مثلا چی اد کنم؟ آر. کلمه آر مخفف راید بود، یعنی رید بود، ببخشین رید، یعنی بتانه دیگران از این فایل فقط چی کنه؟ خوانده بتانه و بعدش اسم فایل. خب من اینجا یک تا فایل دارم bol.txt. ما فقط به همین خب در قسمت ما با فایل bol.txt چی کردیم؟ یک پرمیشن اد کردیم. مثلا پرمیشن چی را؟ رید را. خب من ls میگیرم، یک بار پرمیشن های فایل چی را میبینیم. خب ch مودش خب یک ls میگیریم ابتدا، ls-l. -l برای ما یک لانگ لیست، یک لیست طولانی از مشخصات فایل میتم. مثلا یک فایل دارم اینجا bol.txt میخوایم ببینم. میبینیم اینجا پرمیشن های چی داریم؟ اینا پرمیشن های پیش فرض است و اینجا پرمیشن اکزیکیوت و رید را داریم و اینجا هم اکزیکیوت. خب من حال یک کار میکنم، ch مود، از کمند ch مود استفاده میکنم و به order چی کار میکنم؟ به order من منف میکنم یا منها میکنم چی را؟ رید را. کلمه رید یا خواندن را از این پرمیشن را میگیرم، از این پرمیشن رید را میگیرم و بعدشم اسم فایل bol.txt. شاید بگوین چرا همواره یک فایل را میخوای استفاده کنی؟ چون ما قبلا در میدیای خود دیگه فایل ندارم. اگر من اول برم فایل ایجاد کنم ویدیو طولانی میشه. یک فایل و اسم bol.txt برای کار کردن مثال ها ما امیر ایجاد کردیم، ما روی امی کار میکنم. خب ما چی کردیم؟ از این فایل که قبلا مشخصات شدیدیم پرمیشن رید را گرفتیم. باید این آر از اینجا حذف شده باشه، این قسمت از کماندا. خب حال من میرم یک ls میگیرم -al که یک چی کامل بر ما آل جزئیاتش نشان میده. خب بعدش هم اسم فایل bol.txt انتر میکنم. بله ما این قسمت پرمیشن رید را به اودر داشتیم و حالا این پرمیشن را از این گرفتم با کدام کمند؟ با کمند که ایجا ما کار کردیم، از اودر منها کردیم یا تفریق کردیم یا گرفتیم دسترسی رید و ما همزمان میتونیم از یک فایل ch مودش چندین تا حالتش به یک جای به یک بارگی تغییر بدیم. من یک کلیر میکنم یک ls میگیرم از فایل ها. خب حال من یک کار میکنم، یک ls -al با چی؟ با bol.txt ls میگیرم چون باید ببینین، چون با اینا را حال ببینین و بعد از این که ما کمند را کار میکنیم. خب بعد از این ما کمند را کار میکنیم، ch مودش میخوایم تغییر بدم، ch مودش تغییر میتم. چی کار میکنم؟ از حالت یوزر میگیرم دستور چی را؟ مثلا اکزیکیوت را ازش میگیرم و کامه. خب متوجه باشین بعد کامه نباید فاصله ایجاد شود. از قسمت یوزرها پرمیشن اکزیکیوت را میگیرم، از قسمت گروپ پرمیشن چی را میگیرم؟ پرمیشن رایت را میگیرم و بر علاوه با او یک پرمیشن اد میکنم. چی اد میکنم؟ مثلا من پرمیشن اکزیکیوت را اد میکنم کاما و از دیگه قسمت اودر دیگران، اولش یوزر، دومش گروپ و بعدش هم اودر. و با این من چی کار میکنم؟ با کلمه او با اودر دو تا پرمیشن اد میکنم. مثلا چی؟ رایت و اکزیکیوت را اد میکنم و بعدش هم اسم فایل bol.txt. خب میبینیم که کدام وارنینگ نداد، باید کد انجام شده باشه. یک ls میگیریم -al و بعدش هم bol.txt چون متوجه شویم باید.
خب میبینیم در این قسمت ما از قبل ls گرفتیم، یک لیست را خواستیم ببینیم چون با این مقایسه کنیم و درست فهمیده شود. خب در قسمت یوزر ما چی کردیم؟ در قسمت یوزر پرمیژن اکزیکیوت را گرفتیم. بله میبینین اینجا پرمیژن اکزیکیوت در یوزر داشتیم، اینجا از یوزر پرمیژن اکزیکیوت را گرفتیم. این خب این ماینس یا هایفن که در آغاز است نوعیت یا تایپ خود فایل را نشان میده. خب بعدش این قسمت ما چی کار کردیم؟ در قسمت گروپ این به 3 قسمت تقسیم شده. خب در قسمت گروپ ما پرمیژن رایت را چی کردیم؟ در قسمت گروپ پرمیژن رایت را گرفتیم. خب حال میبینیم اینجا در قسمت گروپ اینا پرمیژن رایت گرفته شده ازش و فقط پرمیژن رایت گرفته شده، قبلا هم نبوده، البته هیچ تغییری نامده. و در این قسمت از گروپ پرمیژن رایت را گرفتیم و اکزیکیوت را برش اد کردیم که میبینیم قسمت به این قسمت رایت یا نوش پرمیژن مودیفای اینجا وجود نداشت، هیچ تغییر نامده و اینجا یک پرمیژن چی اکزیکیوت برش اضافه شده. و در قسمت اودر ما چیکار کردیم؟ در قسمت آخری خب چیکار کردیم؟ با اودر اد کردیم دو تا پرمیژن. کدام دو تا پرمیژن؟ یک رایت را میبینید، یک رایت و یک اکزیکیوت را اد کردیم که در این قسمت واضح قابل نمایش است و شما میبینید. در این قسمت ما میخواهیم CH مود را اساین بکنیم. اساین یعنی برش ذخیره بکنیم. چی آره؟ مثلا میخوایم read write و اکزیکیوت را به یک بارگی read write و اکزیکیوت را به زی اساین بکنم. به کی؟ البته به یوزر. به قسمت یوزر ما 3 تا پرمیژن چی کردم؟ اساین کردم و با کامه اضافه میکنیم. به گروپ چی اساین میکنم؟ به گروپ 2 تا پرمیژن read و اکزیکیوت را چی میکنم؟ اساین میکنم. و به اودر چی کار میکنم؟ فقط اکزیکیوت را اجازه میتونم که دیگه را اکزیکیوت کرده بتانه، فایل را read و write کرده نتانه. و با دنبال ازی بدون گذاشتن کامه نیم فایل نیم نام فایل را ما داریم bol.txt باید کد انجام شود. بله میبینیم که کامند به خوبی انجام شد. خب من در این قسمت ویدیو را متوجه نشدم، پاس داده بودم. میبینین که در ls-il ما در ch مودش رفتیم، چنج کردیم مودایش، اینا را اساین کردیم این دستورات را. خب قبلا اینجا قابل نمایش است. این دستورات را که ما به یوزر چی دادیم؟ read و write و execute دادیم و به گروپ read و execute را دادیم و به اودر چی دادیم؟ فقط execute پرمیژن را اساین کردیم و بس. این از حالت دیگه بود که ما میتونستیم مودیفای کنیم. ما در قسمت پیج را کلیر رو پاک میکنم، میریم کمند دیگه ای را که استفاده میکنیم یوماسک کمند است. این چی میکنه؟ ستینگ میکنه، تنظیم میکنه دیفولت پرمیژن هایی که دیفولت است. خب ما از خود سیستم عامل پرمیژن داریم که دیفولت کدام پرمیژن ها به یک فایل وقت ما کریت میکنیم داره، ولی نه، ما میخواهیم مانوالی به او یک پرمیژن دیفولت معرفی کنیم. وقتی ما در آینده یک فایل را ایجاد میکنیم پیش کدام پرمیژن ها را در خود داشته باشم. خب کمند یوماسک گفتیم این کمند است که تنظیم میکنه پرمیژن ها یا اجازه های پیش‌فرض. خب به خاطر اینکه ما بفهمیم بهتر واضح شود، ما چیکار میکنیم؟ یک فایل ایجاد میکنیم، یک فایل خالی با کمند تاچ. یک فایل را با اسم مثلا بوک ایجاد میکنم. خب فایل ما ایجاد میشه، ls میگیرم. بله ما میبینیم به قسمت یک فایل ایجاد کردیم و اسم از او را گذاشتیم بوک. خب یک اسم اگزمپل است،
مشکل نداره. حال من یک ls میگیرم از dash l که از dash l book که چی پرمیژن های به شکل پیشفرض به ای داده شده. خب انتر میکنم. بله میبینیم در این قسمت پرمیژن رید و رایت داده شده در یوزر و به گروپ ها پرمیژن چی داده شده؟ رید و رایت. و در قسمت اودر هم فقط پرمیژن چی داده شده؟ رید داده شده. حال ما میخواییم که با اینمی دستور یا کمند chmod نه ببخشین اشتباه گفتیم، با کمند umask ما تغییر بدیم در حالت پیشفرض خود سیستم را. وقتی یک فایل را ما در آینده ایجاد میکنیم باید با شکل پیشفرض ما umask از را تغییر بدیم. در این فایل پرمیژن که فعلا است 644 است. 6 ما یک بار وارد نشدیم. 644 پرمیژن پیشفرض است. ما حال میخوایم میره تغییر بدم. خب ما گفتیم که به حالت پیشفرض umask حالتش چیش پرمیژن 644 است. حال ما چی کار میکنم؟ وقتی ما یک فایل را ایجاد میکنم پس ما با کمند touch یک فایل جدید به اسم ppt ایجاد میکنیم. یک اسم دادیم فرق نمیکنه. فایل ایجاد شد. میریم ls میگیریم -l ppt میبینیم که چی پرمیژن هایی به ای داده شده است. خب میبینیم چونین پرمیژن به ای داده شده به حالت پیشفرض. پس ما چی کار میکنم؟ حال میرم umask از این حالت umask از این تغییر میتم. چی میکنم؟ 0022 قرار میتم. انتر میکنم. خب حال ls اگر بگیریم بر ما نشان نمیده. ls اگر ls -l ppt -l ppt بگیریم هیچ تغییر نامده. چرا؟ چون ما گفتیم umask حالت پیشفرض است. وقتی ما فایل را ایجاد میکنیم فایل که قبلا ایجاد کردیم ای بود. حال یک فایل جدید اگر ایجاد کنیم میبینیم که پرمیژن های از این پیشفرض که ما تعیین کردیم ای را میگیره. این فایل قبلا ایجاد شده بود. ما بازم به اسم touch با کمند touch یک فایل دیگه ایجاد میکنم. مثلا ppp یک اسم دادیم دیگه زیاد فرق نمیکنه. یک فایل ایجاد کردیم. حال ls میگیریم -l چی ppp میخوایم بگیریم که حال چی پرمیژن های پیشفرض به ای داده شده. ما که قبلا umask را پرمیژن هایش تغییر دادیم. انتر میکنیم. بله میبینین این پرمیژن های قبلی پیشفرض بود. حال ما تغییرش دادیم. به یوزرها رید و رایت پرمیژن دادیم. به گروپ رید تنها خوانده بتونه و به اودر تنها چی کرده بتونه؟ رید کرده بتونه. میبینین که اینی تایپ فایل را نشان میده. اینی 3 تا پرمیژن است که به یوزر اختصاص داده شده. این 3 تا پرمیژن است که به گروپ اختصاص داده شده. این 3 تای دیگه که میبینین در اخیر که است به اودر دیگه اعضا این 3 تا پرمیژن اختصاص داده شده. خب به واضح ما دیدیم که اینا تغییر خورد. در این قسمت ما پیج را کلیر میکنم. میریم کمند جدیدی میخوانیم ch own مالکیت یک فایل را. ما قبلا اینجا براتان ls گرفتم نه ls pp خب -l pp خب ما اینجا گفتیم که این قسمت مالکیتش نشان میده. قسمت یوزرش نشان میده. حال میریم ما چه رقم میتونیم وقتی کسی که کریت کرده باشه فایل را ما او را تغییر بدیم که چی کسی فایل را کریت کرده نام او یوزر را تغییر بدیم. خب چی کار میکنیم؟ با استفاده از دستور chmod ما میتونیم ای را تغییر بدیم، مودیفای کنیم خود ما. و گفتیم کمند
ch مود، ببخشین فکر کنم اشتباه گفتیم. ch مود نه، ch مود را قبلا شرح دادم. ch آن گفتیم چی را تغییر میده؟ حالت تغییر را میده، مالکیت یک فایل را و چی را؟ و از گروپ ها را تغییر میده. خب به حالت پیشفرض وقتی که ما یک فایل را کاپی میکنیم یا کریت میکنیم، خب ما میشیم، یوزر ما اونر از او میشه، مالک از او فایل میشه. به طور مثال من پیشنهاد میکنم ما یک فایل را داریم که مثلا اسم از او باشه، اسم از او پی مثلا این فایل قبلی که داریم اسم از او باشن. خب من فعلا میرم اینا را داخل چی کار میکنم. خب مثلا ls میگیرم از چی؟ از dash l pp. خب ls میگیرم، میبینیم در این قسمت اونر ازی اندیشمند است، مالک ازی اندیشمند است، چون من قبلا خودم ای فایل را ایجاد. خب قبلا ما کار کردیم دیدیم که قسمت کامندا یا دستورات کار نداد، چون ما در یوزر روت بودیم یا یوزر اندیشمند بودیم. حالا من در یوزر روت میخوایم این کامند را ایجاد کنیم. خب ما چی کار میکنیم؟ یک لست میگیرم چه فایل هایی داریم. ما یک فایل ایجاد میکنم با دستور توچ یک فایل به اسم LLL و اسم سیدانه L .txt ایجاد میکنم. خب ls میگیرم، میبینیم به این اسم یک تا فایل ایجاد شد. خب حال چیکار میکنم؟ یک ls میگیرم dash l تا چی کنم؟ از LLL .txt ببینم که اونر یا مالک ازی کی است؟ رود است. به صورت پیشفرض ما در یوزر رود هستیم و مالک ازی هم رود است. چرا؟ چون رود کریت کرده این فایل را. حال من یک کار میکنم با کمند که ما قبلا براتون گفتم، با chown میخوایم مالک ازی را تغییر بدم. چی میمونم؟ اندیشمند میمونم، چون اندیشمند من یک یوزر دیگه به اسم اندیشمند دارم. خب اینجا ما میخوایم ایرا مالک ازی را تغییر بدم و LLL.txt. خب با کد به درستی انجام شد. آل ls میگیرم dash l از چی را؟ LLL.txt را. خب یک ls گرفتیم، میریم میبینیم بله در این قسمت شما خوب متوجه شدین که قسمت اونر یا مالک ازی روت بود و بعد از این که ما کامند ها را استفاده کردیم چی شد؟ دستور ch اون را استفاده کردیم، از روت به اندیشمند چنج شد و ما گفتیم دستور ch مود چی میکنه؟ اونر یا مالک از او را، ببخشین ch مود نه ch اون، با کمند قبلی ما اشتباه گرفتیم. با کمند ch اون ما چی میتونیم؟ تغییر میتیم تمام اینا را. ما حالا یک بار تغییر میتیم اونر یا مالک از اینا را. من کلیر میکنم پیج را. خب ls میگیرم فایل هایی که قبلا ایجاد کرده بودیم rmbo که ریموو میکنم. remove regular empty file book. خب ls میگیرم. چرا؟ ما فایل هایی را که ایجاد کردیم یک بار دلیتش میکنم، چون یک مرور به کمند های بیسیک هم شوه و ایجا rm ll.txt انتر میکنم. خب فکر کنم دستور را ما اشتباه وارد کردیم. خب مشکل نیست، پیج را کلیر میکنم. تشکر از اینکه تا حال همراه ما بودین. چند تا دستورات ادوانس را که ما استفاده کردیم خدا کنه یاد آموزش ها براتون مفید تمام شده باشه جلسات. خب دستورات زیاد است، نمیشه با یک ویدیو خاتمه پیدا کنه، چون ویدیو طولانی نشوه
خاطر که ویدیو بر ما طولانی نشه ما پیج را کلوز میکنم. کامندای بعدی را در ویدیوی جداگانه دیگه ایجاد میکنیم. تشکر از بودنتان همراه ما.